مادرم زنی بسیار با تمکین، با آداب، آدم دوست، مهمان پرور. ما 6 دختر، 1 پسر، 7 ما دخترها بسیار باشیم. رحمتی مادرم، پدرم از 1 پسر یگانه دیده ماهانو بیشتر دوست می داشتن. سان رحمتی مادرم می گفتن که آیا یگانه پسر تو مرزا قلی نام این همین آخرام پسر من نام تقاش ماندگی مرزا قلی یگانه اوی که خودش میدار ندکن همون کلان شوش شد. این دخترهای بهتر اوی کردن دوست داشتن در کار، چون که اینها مظلوم. دختر اگر زنهای حرمت نکنه، اگر ای مردها 1 طرف میستد، زنهای پیش از هم حرمت کردن در کار. همه خورده هاشم من اینو 5م، من 6م. 3 خواهر کلانه همو وی ها فرزندار و خاندار و بچه دار و هم حاضر فقط هر دو ماندگی خلاص. مادرم بسیار زن به دست و پا. رحمت پدرم چاپانداز بودن، الاغچی بودن. 5-6 تا اسبشان بود. خیلی مالای وی فقط همه خواجگی نگاه میکردن. وی به خانه به نان و خمر و فطر و خیلی جا اوقاتای خوشروی به مزه بلزد میپختن. همون ما به دخترها و از خورده ها ما یاد میدادن که شما خانه بیگانه میرتان، دست قیم بین بیگانه میفردایتان. اگر که از دستاتان یگان کار نبیاد گپ بسیار میشنتان، شما هم گپ شنتان، اپشت شما من گپ میشنوم. چون که مادر تربیه نکرده است، یگان هنر یاد نداده است. گفته همین خیلی نصیحت ها میکردن. رحمتی برادرم قضا کردن، تکیه همه خورد من ماندم، خانه و هر دوم 1 جای بودیم. تکیه من به میکردن، میگفتن که تو جای پسرم هم پسرم هم دخترم. من تو امید بسیار دارم، فقط همین تو امیدم، همین که نصیحتم همین که قبر برادرت یا او 1 کف خاکش آورده قبرستان قشلاق گر کن. خیلی من به یاردم کردن. خانم یک خودشان تنها ماندگی باشن، من برای خواندن شهر لین‌آباد به انستیتوت پداگوژی فرستاندن. کار به مانندن رحمت پدرم جا آدم علم پرور بودن. من انستیتوت پداگوژی از 3م کورس رفتم، غایبانه پیشتر میخواندم. از 3م کورس رفتم، همه شده 20 اون وقت استیپندیه ها کم بود، استیپندیه میداد. مادرم 6 سامان وی میگرفتن نفقه. همون 6 سامان نفقه چون که خودشان زندگان میکردن، با من همون 20 سامان 20 وی استیپندیه 10 سومش که خودم زندگانی میکردم، 10 سومش یاردم به مادرم میفرستاندم. سال 55 تمام کردم انستیتوت. رتبه معارفش تعیین کردن. اون وقت به نی و فرمان گرداندن ممکن نبود. تا معارف رایان با آمدیم، شادی گفتن مدیر معارف ما بودن، گفتن تو قشلاق یکباغ به دیرکتر مکتب شده میره. او معلم ما اکون انستیتوت تمام کردم. این حال تجربه کارم، خیلی مکتب با کار کردم، 4 سال کار کردم. همون کاتب رایکان کنترل شده انتخاب کردم. همونجا
های تربیه پدر مادر که بابای رسته من تا کاری رهبری پارتی سویتی رسته آمده گفتم فرمان شعبه معارف فرمان برآوردن میره 2 سال همون قشلاق یکباغ به اورتپه سالکک بالاتر فابریک و کش بافی تپش به همونجا دیرکتر مکتب شده کار کردم اونجا کاتب کمیته رای کمسومال انتخاب کردن کاتب کمیته رایون کمسومال نه که جای خوب نه جای خوب نباشتم مجبور فرمان اجرا کردن در کار مدیر معارف شادف جانشینم یوسف ایوب جان گفته نه بچه بود شهر اورتپه جغد گفتن که اینه خانت به گروه میره تا یک جا به جا کردن خانه تو خواه میره خیلی وی پدرشم مادرشم آدمای خوب بودن 1 سال خانه همانها به زندگانی کردم خانه همانها به زندگانی کرده استاده خیلی کار کردیم نقص کار کردیم مگنده کار کردیم تشکیلات پارتی به حساب گرفته کمسومال به کار بگذراندن از کاتب رایانی کمسومال مدیر شعبه زنها همون بود که مادرم من که فقط وای میکنن گبدانان که رو میستن خانه به قشلاقم غزنترک میشنن چون جونه که من وای آدم گرام بیام گجا برده خودم نمیگون جمو ای آدم گجا خاطر نشو امان خش توارو من خبر گرفته میستدو کار کرده با آبروی کار کن سپارش دولت اجرا کن اگر که سپارش دولت اجرا نکنه کار نکنه اگر تو بی آبروی شوی من بی آبروی شدگی حساب میشم چون که من توی تا همچاقه تربیه کرده خیلی همون تربیه مادر گفته مادر بود که من تا همچاقه آمده رسیدیم این آدم اورتپه و این آدم هم همه حسابچی عادی کلخوز تا رئیس کلخوز و کاتب پرکام و آخران 10 سال دیرکتر گرتارگ اورتپه بودن این دو بیبی جان گل دختران نازنین وطن گل به دامن خواهران هستند اصلا چند خواهران بودند با امر تقدیر کنون 2 نفر ماندند باقی رفتند به سوی بهسوی ساکینه و مستوره نام دارند یکی از بهار 90 عمر گل میچیند و دیگری در گلزار 98 ساله سیر و فراغت دارد امروزها 2 خواهران آمدند مهمانی به دوشنبه سبز اندر سبز و باستانی حاضر همینجا این خانه پسر و ما مهمون صاحب خانه پسر خورده میشد حالگی چگونه مهمانداری میکنند؟ جدایم من راضیه هر زمان من میگم این خواهرم بیم که من به نگاه کرده شما من 10 سال کلان اینهای دعایی نیک کنید نغز نگاه میکنن خصوصا این کلین نویره کلین این آدم به من هم تو روی دست به میبردارن هم تو میبیارن میشنونن اوقاتشون میخورانن با برده جاشون به خواب میروانن خواب بازی میدارن سر لباسشان میشن از این زیاد حرمت نمیشد من 90 به درآمدیم روزومه دیدیم نانومه خوردیم ختمه گرفتم محرم مطل جای نرفتگی همون نموند ندیدگی همون نموند اکن پیر شدیم یک جا شده دوی جانه کلان خورده کردن ما در کار اینها به کار یاد دادن ما در کار من دور سویتی با رسیده و کریم نظر حاضره دور استقلالیت به چون که
خلق تاجیک 5 سال جنگ برادر کش کرده. همین به من به قول گپا همپا بودم. از سال همون 92 سر کرده تا به امضا رسیدن صلح سپارش اون وقت به تا سال 91 حالی تشکیلات پارتی حیات سر کار بود سپارش کمیته ولایت پارتی کردی. من سیاست شورای عالی و همچون وکیل ولایت لیل‌آباد آمده اشتراک کرد. همون جنگ و جنجال گفتن کاتب رایکام رفعت حاجی که اگر لازم شود برآمد میکنید، لازم نشود همه آنچه که همونجا میدانید ما برسانده میستید. خیلی کن سپارش پارتی اجرا کردیم. من بعد از وی استقلالیت سپارش دولتی اجرا کردیم، سپارش پرزیدنت اجرا کردیم. پرزیدنت الهی برکه یوان همه دوره های وزبینی به قول خودشان که بانک من به یک تنگ قبول کردم و انباره غله به 1 کیلو غله قبول کردم. یاردم خلق کتی مهنت حلال خلقم کتی ما به همین درجه رسیدیم. در دوره 25 سال آنچه که در دوره 70 سال اتفاق سویتی صاحب شدیم از وی گذشتیم. حقیقتا هم همین خیلی ترقیات رفته استاده است. رهبر اگر انصافش باشد و وی باشد به قول گپای کنه که رهبر ظالم باشد خلق عذاب میکشد. رهبر عادل باشد اگر خلق راه به می اندازد، خلق به راه نشان میدهد. ترقیات و آبادانه خلق به کار میکند. همه سال با پرزیدنت ما کار کرستادیم آباده خلق به من سپارش وی آدم کده. من از ماه اکتبر سال 1995 تا به امضا رسیدن صلح وعده وی به قرارتگیم با حاضر رشت به بین اپوزیسیون بودیم. خیلی 2 سال 2 سال کار کردیم، سپارش دولتی اجرا کردیم. پرزیدنت محترم ما سابق رئیس ولایت ما قاسم جان قاسم بسیار یاردمای نصب کردن چون که مهنتش حساب میگیرن. اون سپارش که وی ها دادن ما با جان دل اجرا کردیم به یک خطاگی. آنها هم مهانگنه حرمت عزت من به همه مهنت های حساب بگرفتم. از دست پرزیدنت اردن شرف درجه 1 گرفتم. خانه خدا زیارت به حساب دولت فرستاندن. شکر میکنیم که دولت از همه از جنگ و جنجال 5 ساله همه کمبودی ها همه نارسایی ها همه درجه عالی اقتصادش بلند شد. آوازه مستوره جسور سیاستمدار و هوشمند و به وطن و ملت صادق را شنیده بودیم کیها و حالا سعادتمند شدیم وقتی روزنه آشنایی را به سوی این قهرمان مادر شاعر صبرین برایمان وا کرد. این 2 نفر خواهران مهربان و با یکدیگر خیلی مشفق دلسوز ساکنه اشوروا و مستوره اشوروا در ناحیه قانچی امروز دیوشتیج همه میشناسند. زیرا
از بزرگ مادران هستند. اینا در دهه غزنترک زندگی میکنن هر دو و هر دو هم اگر که کتاب زندگی آنها را ورق زنیم سالهای سال در خدمت خلق و وطن بودن. برای تمام بانوان، تمام زنها، دختران ناحیه یک همچون رهبلد، یک چراغ پیشبر معرفت، یک راهنما هم هستند. گلچهره سلیمانی شاعر بسیار محبوب ما یک گفته داشتن. اون کس همیشه میگفتن که این گفته از بیبی کلانهای من مانده است و میگویند اگر در خاندان یک نفر مرد اگر باسواد باشد یک خاندان باسواد میشد، لیکن اگر در خاندان یک نفر زن باسواد باشد در آن صورت 7 اولاد باسواد میشوند. با نظر داشت همین معنی میتوان گفت که مستوره اشورova توانستن به همین سوادناکی، یعنی وقتی که کاتب رایکم بودن، کاتب اسپالکوم هم بودن، در معارف هم کار کردن، توانستن که از حساب بانوان، از حساب دخترها کادرهای بلند اختصاص تربیه کنن. نه تنها من، از من نسل کمتر کلان سالترم، اگر پیشتر گیریم پیش از من 10-15 سال دیگر، این کس همون مورد که در رایکم کار میکردن اون وقت دخترهای به خواندن نمیموندن. حتی مردها همه خیلی یک وی داشتن که گفته داشتن که زن چی و خواندنش چی، ولی مستوره اشورova توانستند که عکس این را اثبات کنند به مردها. و امروز هم که در نسبت فرض کردیم اگر که ما ناحیه استرافشن و غانچی دیوشتیچ را بگیریم، اون کادرهای بلند اختصاصی که در ناحیه دیوشتیچ کار میکنن همه توسط همین مستوره اشورova، توسط همین کس، توسط غمخواری های همین کس نسل به نسل امروز کوشش میکنن مادران که دخترانشان بخوانند و همین است که پیوند 7 نسل امروز نگاه داشته شده است. و در ناحیه دیوشتیچ در ساحه طب، در ساحه معارف، در کدام ساحه که نبینید، انژینری یا که در حقوق، در تمام ساحه ها کادرهای بلند اختصاص از حساب زنها هستند. حتی این کادرها رفته در ناحیه استرافشن کار میکنن. کار کردن به قول رحمت پدرم که خود آدم وابسته، کدام زمانه که نباشد، کدام دولت که نباشد، اگر خودتان حقیقتا از روی وجدان کار کنید، چقدر کار کنید، کار وظیفه باشدم، همون کار که یاد که گرفتید، راه کار که یاد گرفتید، همون قدر کارتان سبک میشد. پرزیدنت محترم دائم همراه ماهان، الهی سلامت باشن، با تا آخر عمرشون ما به سردار باشن و دولت ما از این هم پرقوتتر شد، اقتصادش بلندتر شد و درآمد خلق زیاد شد و خلق تنج باشد. 20 سال زیاد باز سنجی و زندگانی که رسادیم، همه قضا و عقوبت که تنجی برقرار کردن، الهی تا آخر عمر ما ماهان که خیلی که نانا میخورده خطا میگرده، یا شا الهی تنج و آسایشت زندگانی کنن و دولتی ماهان باین دولت پیر رانن. چون قصه روزگار دوشین میکند تمام وجودش میلرزد. یک اندازه درد میشود در پنجه یادها. عمر خواهر بزرگش ساکینه به فرزند پشت سر شده است. در تقدیر نبوده است که دامنش سبز شود و اعلی را، سرچشمه شعر عجم را ایجاد کند. اما با اراده و تربیت دیده که بود، تنهایی را در تن تنها فشرده و شکوه جای نبرده است. و فرزندان خواهرش اول خاله بود، بعدها مادر و حالا حاضر مادر کلان شده است.
مادرم میگفتن که خواهر همچون مادر. برای همه ما 6 خواهر هم دیگر کته، حالا هم ایل اولاد ما یک دیگر حمایه میکنیم. این کسا یاردمش من به بسیار رستگی. این آدم که من کلانتر که هستیم دورهای کارشان و دور خواندن بیم، من به یاردمشان بسیار رستگی. این آدم که حسابچی کلخوز بودن، فرزند که نشد از شوهرشان جدا شدن، من رتبه جانشین رئیسی کمیسیون بودم، پیشم به گرون رفتم. مکتب یاردمم رستگی همین که مکتب شبانه و خواننده معلومات میانه گراندم. مدیر بیبلیتک کتابخانه تا کاتب پرکام، رئیس اسپلکام، آخران 5 سال مدیر شعبه سودای شهر اورتپه، 10 سال گارتورگ اورتپه دیرکتر شده کار کردن با آبروی، صاحب اردن بیرق سرخ مهنت، چند مدال و یا حالا هم شما جنگ میکنن؟ منه ها بازم میشدیه خواهرای بینش بازم پر شدن 98 بدراندن. حالی هم آمان دیده کلشان نقص کار میکنه دو، لیکن بازم میبرود سانه بازم جمع کنه. مگر مرزا خلو میگوید که ای جان با پیش بچه ها جنگ نکنید، بچه ها یاد گرفته آچکلان جنگ نکنه. همیشه همین خیلی بازه نکی ماهان 6 خواهر هم تو دوست مهربانو یک دیگر حرمت احترام حمایه میکریم. فرزنداشون حاضر، همون فرزندای 5 خواهر پیشتر خیلی و فرزند نیکو 4 خواهر پیره، حالی هم مانده و ماهان خبر میگیرن. ما با از همه طرفه حرمت احترام و بجا میبیارن. همین بوده که دوست گره. خواهران در دی مشعل به دستان عالم مدنیت، عالم معرفت و عالم فراست که بودند، این زمان بنیادشان نورانی و صفای باطنشان پرنور جلوه دارد. زنها باید همچون زن آداب احترام زنگری، حرمت زنگری نگاه دارد. رحمتی پدرم میگفتن که زن این زن است، لیکن زن گفته زن از مرد جدا کرده ماندن در کار نیو، حرمت زنم احترام آوردنشان در کار. نارساگه هاش برای همون حرمت احترام که کلان سالان و بابای اوچه ها ما داشتن، میگفتن که همون تا آخر عمرتان یاشو به همین حرمت احترام یادتان که دوستایی و خیش توارایی و خلق دور نشوند، دایم میان خلق بباشن، حرمت خلق بجا بیارن. حالی هم همه بین خلق حرمت خلق حرمت میکند. من همچون مادر برای مادرها گفتنه هستم که چون ماهان دوستی، آداب، اسلوب، اخلاق نگاه داشته فرزندای نقص تربیت کنن. من بیشتر از یک مصرع لایق که گفته نمیتونم گفته است تو اولیا حضرتی ای زن، نهادی دولتی ای زن. ببینید چه سخنهای پیغمبرانه که امروز زن نهادی دولت است، زن افتخار دولت است، امروز زن شان و شهرت ملت ماست. بنابراین هم بازم با مصرعهای مرزا ترسونزاده بزرگ میخوام جنب بست کنم که گفته بودن خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. بگذار این گل شکوفایی ها با دست زن همیشه مداوم باشد.
واقعا هم حکایت شیرینه بود زندگی نامه این دو خواهر. همین ترانه بیننده عزیز، دو مادر فرشته رو، دو مادر فتیلمو و دو مادر بهشت خوی ملت حاجی. پس زی مادر و زی دست دعای مادر و هم زی دامن سبز و پرگل و خوشبوی مادر. خدایا خداوندا هر یک مملکت اینجا آرام باشد، یافتگی هاشان طی تماشا شود، دولت آباد اسلام باشد. الله اکبر.